مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که شب 14 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 21:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا رسولوف احمد خان سال تولدش 1996 ساکن شهر ترسونزاده هنگام با سرعت بلند حرکت کردن از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر ترسونزاده در کیلومتر 54 شهر ترسونزاده از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین برخش تمغه شگمن تحت اداره راننده خالق شمس دین سال تولدش 1987 ساکن شهر دوشنبه برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه اوپل استرا رسولوف و مسافرانش محمد علی حاج اکبر سال تولدش 1997 امیرعلی فیض الله سال تولدش 2001 تیمورف انور سال تولدش 1997 ساکنان شهر ترسونزاده و نابالغ رسولوف محمد علی سال تولدش 2008 ساکن شهر مذکور جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. در بیمارخانه رسولوف احمد خان و نابالغ رسولوف محمد علی به هلاکت رسیدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا خبر داده بود که صبح بر وقت 12 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 04:20 راننده ماشین تمغه مرسدس بنز نگمتوف محمود جان سال تولدش 1992 هنگام حرکت از سمت محله 34 به محله 31 شهر خوجند در روی ماشینگرد از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به پایدیوار ایستگاه نوروزگاه برخورده است. در نتیجه مسافر ماشین مذکور علیمو و محبت سال تولدش 1974 جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 12 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 19:00 راننده ماشین تمغه اوپل استرا عبدالله فسن سال تولدش 1963 ساکن نوعه فیض‌آباد هنگام حرکت در شورای وحدت رشت لخش به سمت مقابل حرکت را برآمده از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به ماشین تمغه مرسدس بنز تحت اداره ناظموف رستم جان سال تولدش 1989 ساکن نویه رشت برخورده است. در نتیجه راننده ماشین تمغه اوپل استرا عبدالله و مسافران خرسال عبدالله و رخشانه سال تولدش 2017 عبدالله و ماه تابان سال تولدش 2020 و عبدالله و مولوده سال تولدش 2023 ساکنان نویه روغون جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. سپس خرسال عبدالله و مولوده رستمونا در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. تحقیق این حادثه ادامه دارد. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.